بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و دوستان و برادران و شنوندگان، عده عزیزان سوال میکنن که تاثیرات جادو به ما شده. امروزه این برنامه ها بسیار زیاد شده که از طریق جادو و جادوگری برنامه ها دارن. سوال میکند که رد جادو، رد خنثی کردن سحر چیست؟ من یک نسخه نبوی علیه السلام را به خاطر حفاظت از سحر و جادو و غیره به شما یک دعا را پیدا کردم. 3 بار بخوانید. الله جل جلاله سحر و جادو را خنثی میکند، تو را محفوظ و مأمون نگه میدارد. دعای رد سحر، جادو و غیره 3 بار بخوانید. امسینا و امسى الملك لله والحمد لله اعوذ بالله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما خلق و ذرع و من شر الشیطان و شرکه. این دعا را 3 بار بخوانید. نبی کریم علیه السلام برای حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص، برای کی؟ عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه فرمود، گفت ای عمرو جان، اگر تو این دعا را شام و صبح خلاصه از اول شام 3 بار بخوانی. ای عبدالله ابن عمرو ابن العاص، اگر این دعا را شام بعد از اینکه نماز شام خواندی یا قبل از نماز شام، خب بعد از نماز شام آغاز شام شروع میشه، اگر این دعا را 3 بار بخوانید تا صبح از شر شیطان، از شر جادوگران، از شر کاهنان، از شر افسونگران ظالمان در امان خواهی ماند. اگر صبح خواندی تا شام 3 بار بخوان از شر جادوگران و کاهنان، شما چی میکنین؟ در امن و امان میمانید. این دعا به خاطر حفاظت از شر جادو و جادوگران است. این دعا را ورد کنید، این دعا را انشاءالله حفظ بکنید. پروردگار شما را چه میکنه؟ از شر جادوگران و از شر شیاطین و افسونگران شما را الله نجات میده. یک دعای مختصر دیگری هم هست، ببخشید، یک درود شریف است. این درود شریف تاثیرش 2 چیز است. اگر خواستی اموال و سرمایه زیاد را الله برد بوده، این درود شریف بخوان، مال تا پروردگار برش برکت میده، سرمایه و ثروت و تجارت رونق پیدا میکند. و اگر خواسته که در جامعه عزتمند شوی، آدمی با عزت و با شرافت بوده باشی، هم این درود به تو عزت میبخشه، شرافت میبخشه، نشو نمو نشر و پیشرفتی میبخشد. دوم مال و سرمایه تزیاد میکنه. یعنی به خاطر پیشرفت و ترقی مال و به خاطر پیشرفت و ترقی عزت و شان و مقام این درود شریف را بخوان. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. این درود شریف را بخوانین. این درود شریف را بخوانین. فضیلتش چیست؟ فضیلتش رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید کسی که میخواهد مال و عزت او بیشتر گردد این درود را بخواند، مال و عزتش بیشتر شود، در سرمایه ترقی بکند، در تجارت ترقی کند و در عزت و عزتمندی و مقام و شأن خودش اگر خواست پیشرفت بکند این درود شریف را بخواند. درود شریف چیست؟ اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تعدادش ذکر نکرده رسول اسلام. هر چه زیادتر بخوانی بهتر و ثوابدارتر است. این دعاها را بخوانید. انشاءالله شبهای عید ذوالحجه هست. خداوند برکت و خیر انشاءالله نصیبتان خواهد کرد.